درود دوستان. حریف انیس یعقوبوف معلوم شد در لیگ منگو ام ام ای ازبکستان و این هم باشد امیرجان غفوروف با رکورد 9-6 9 برد دارد 6 باخت. انیس یعقوبوف باشد 9-1 9 برد دارد 1 باخت و 7 فوریه تقریبا بعد یک ماه در تاشکند در پایتخت ازبکستان در هوما آرینا مسابقه در لیگ منگو ام ام ای برگزار می‌گردد و در این مسابقه انیس یعقوبوف بر ضد ورزشکاری ازبکستانی امیرجان غفوروف محاربه میکند. امیرجان غفوروف به فکر من تاجیک است، تاجیک ازبکستان است و در زمین خیلی خوب گشتین میگیرد، خیلی تجربه خوب دارد. من فکر میکنم که اگر مسابقه بین انیس یعقوبوف و امیرجان غفوروف در زمین گذرد، ورزشکار ازبکستانی برتری دارد، چون که من مسابقه ها شدیدم خیلی خوب گشتین میگیرد، در پارتر خیلی عالی است و اگر که راستا جنگ کنند شانسی انیس یعقوبوف زیادتر است، چون که انیس یعقوبوف سرعتی بلند دارد و در راستو خیلی خوب جنگ میکند و انیس یعقوبوف هم حاضر گشتینش خوب است، چون که در ایوالو جیم در روسیه تمرین میکند، اونجا خیلی گشتینگیری خوب است و گشتینش هم خیلی عالی شده است. دوستان فکر خودتان رو نویسید، کدومی که مسابقه های امیرجان غفوروف رو تماشا کرده است و همه میدونن که انیس یعقوبوف در ایسیای جنگ میکرد و خیلی عالی هم جنگ میکرد و فکرتان رو نویسید که کی در این مسابقه شانسی زیاد دارد. خاطررسان میکنن که انیس یعقوبوف در لیگ ازبکستانی در منگو فقط برای یک محاربه شرطنامه بسته است، تمام. اگر حریفش رو مثلا زند با طریق نکاوت یا نکداون، شاید که همین لیگا با او یگان پیشنهادی بهتر کند، سومی بیشتر بتیان، شاید که انیس یعقوبوف راضی شود و شاید که راضی نشود، برای که انیس یعقوبوف شانس زیاد دارد که در اروپا یا که در آمریکا هم رفته برآمد کند. میبینیم فقط باید که انیس یعقوبوف دست بالا شود روزی 7 فوریه. دوستان دعا کنید که انیس یعقوبوف دست بالا شود در تاشکند 7 فوریه و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارد. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من ان شاء الله که خبرهای خوش رو به شما میرسانم. خدا یار و یاورتان باد.